سلام بچه، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه من زهرام و خب این ویدیو اولین ویدیو این چنلمه که من گذاشتم. من خب خیلی همتون منو نمیشناسین، یعنی هیچ کدومتون من نمیشناسین چون تازه چنلمو شروع کردم و خواستم که ویدیو بذارم و اینکه چنلمو با شما ادامه بدم. خواهش میکنم حتما لایک کنید، کامنت بذارید، فالو کنید. خواهش میکنم ازتون، یعنی واقعا میخوام که پیجم از طریق شما، یعنی با کمک شما حمایت بشه. خب این ویدیو من زیاد درباره خودم توضیح نمیدم که، ولی ویدیوهای بعدی حتما توضیح میدم که چجوری چنل زدم، چنلم چجوری بوده، حالا همه چی بهتون توضیح میدم. الان میخوام که سری ویدیو آغاز شه و اینکه این ویدیو آنباکسینگ خرید از دیجیکالایی که من آنچنان خرید نکردم و خودتون الان میبینید بسته خیلی کوچیکه. من چون احتیاج نداشتم، آنچنان وسایل احتیاج نداشتم، ولی حتما این آنباکس قراره حالا به زودی، یعنی حالا اینکه بهتون بگم که قراره به مرور زمان این بسته بزرگ و بزرگتر آنباکس بشه. من سریع برم سراغ آنباکس این دیجیکالا، این بسته. خیلی ذوق دارم. میرم 3 2 1 بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا شروع میکنیم. خب امیدوارم که پاره شه. آره چسبی صفر بود. آره بچه بعد من بهتون تو ویدیو همه چی رو توضیح میدم، یعنی همه چی رو توضیح میدم. خب اولین چیز کرم دست بچه های عزیز. این کرم دست که بچه این کرم دست همه کرم دستایی که خریده بودم خیلی بهتر بود. یعنی جوری بهتون بگم که جوری بهتون بگم که یعنی خیلی چیز خوبی بود. نه بچه ببین چه خوشگله. خب بچه ها اینم ضد آفتاب فلاید مایه که خیلی خوبه، یعنی بهترین کیفیت واقعا داره. خیلی دوستش دارم من. اینا بچه که کیفیت خیلی بالایی داره، حتما بهتون پیشنهاد میکنم اینا بگیرین. و این کرم دسته. خب بچه امیدوارم از این ویدیو